کمک میخوره. بچه ننی نامرد. گردن کلوف شدی ها؟ نه بخود آقا. بکنم گوشی رو بدارم کف دسته دفعه آخرت باشه دیگه شلوغ نکنی ها. آقا گوشمون کنده شد آقا. کنده شد؟ به جهنم که کنده شد. مگه من بارها نگفتم از این شوخایی خطرناک نکنین؟ بله آقا. برو آقای نسیم اینجاست. آقا گوشمون. بیا تو ببینم اینجا چیکار میکنی؟ مگه تو کلاس نداری؟ چرا آقا؟ برو سر کلاست. آقا گوشمون کنده شد. به جهنم که کنده شد. برو سر کلاس. چند به پدرتون میگی بیاد مدرسه؟ آقا به خدا تموم شد. همین که گفتم. حالا هر دوتون برین سر کلاس. حالا جا اومد. برو بابا. ناظری؟ بله آقا. برید سر کلاستون. چشم آقا. آقا اجازه؟ حرف نباشه برید. رضا گلدون وحیدو دیدی؟ چی هست؟ دونه لوبیا برای درس علومش. میخوای کادوش کنی؟ آره میخوام درستش کنم ببره مدرسه. چیه؟ دیدی چی شد؟ این پسر یه هفته از من یه کره جغرافیایی خواسته واسش بیارم. بهش بگو یادم نرفته توی همین هفته واسش میارم. آره تو رو خدا مدام داره سراغشو از من میگیره. حتما یادم بندازی ها. باشه. قضیه اکبری رو برات گفتم؟ نه. میگفت که پسرش سر کیف تو مدرسه دعواش شده، زده سر یکی رو شکونده. فراش مدرسه تا دم خونه دنبال پسر دویده. میگفت پسره که اومده تو هراسون بوده. گفته چی شده بابا؟ گفته هیچی. پشتبندش هم فراشه هراسون اومد. ای بابا که ببین پسر چه دسته گلی به آب داده. آقای ناظم احضارتون کرده. بعدش اومده تو عصبانی هم بوده. رفته تو اتاق پسره دیده خودشو زده به خواب. حالا نه خواب کی به خواب. خدا رو شکر وحید از اون بچهای شر نیست. آره وگرنه من پوستشو میکندم. نه والا بچهای خوبی داریم. چسب داری؟ اونجا تو قفسه است. وحید ماما تو هنوز نخوابیدی پسرم؟ میخوام برم دستشویی. خب برو عزیزم. سلام. آقا این کره از دست اون پسر افتاد وسط خیابون. همون پسری که دستش یه جعبه بود. دستت درد نکنه بدش من. افتاده بود تو خیابون. یه ماشینم داشت از روش رد میشد. اون پسرم رفته بود. گفتم بیارمش بدم به شما. سلام. بیا رفتش. بیا رفتش.
تو دفتر بیا بریم. بالاخره به بابات میگی بیاد مدرسه؟ نه دیگه نمیخوام بهش بگم. بابا به خدا تا پس فردا یادش میره. خدا کنه. کاش که من یه روز مدیر بشم. مثلا چی کار میکنی؟ حال این آقای ناظم میگیره. به همین خیال باش. به خدا مادرش میکنن هر روز 100 دور حیات مدرسه بود توه. وحید سلام. قایم شدی ماما؟ نه چرا رفته بودی پشت درخت؟ ولش کن. بیا مامان ببین بابات برات چی خریده. خب بریم پسرم. یه شکلاتم برای شیرین خریدم. امشبم باید بریم خونه عمه زهره. تو هم زود کاراتو انجام بده که عصری هرچی زودتر بریم. آفرین پسر گلم. خیلی خوش اومدین. چه عجب. بفرمایین الان میام خدمتتون. خب چه عجب از این طرفا. به خدا خیلی خوشحال شدم. ای بابا خواهش میکنم. من برم چایی بیارم. نه بابا چه زحمتی. شیرین چیه؟ سلام. سلام. شیرین ببین بابا برام چی آورده. ببین چه قشنگه. ببین دخترم چه شکلاتی برات خریدم. بیا قربون دختر خوشگلم برم. تو هم مامان برو اون سطل آشغالو برای من بذار دم در. باریکلا باشه. کاش که به سلطه برده بودم و چی شده ماما؟ هیچی. سطل آشغالو چرا گذاشتی این وسط؟ زود ورش دار ببر پایین بذارش دم در. چشم. سلام وحید خان. ترسیدی؟ آره. نه ترس، بیا جلو بابا. تو کی هستی؟ اسمم پاتاله. پاتال؟
اومدی چی کار؟ اومدم که تو هر آرزویی داری برات برآورده کنم. آرزو؟ آره. من میتونم کاری کنم که همه چیز عوض بشه، هرچی سنگ تو باغچه هست یا نبات یا گز بشه. کاری کنم درست بشه، کوهی بزرگ از آب نبات جاری بشه، پایین بیاد اثر کوه رودخونه ای از شکلات. من میتونم کاری کنم یه فیل گنده تخم بذاره، از توی تخم بعد 2 سال یه خرمگس سرتر بیاره. زرافه ها پرندشن، چیک چیک کنن پر بکشن به آسمون، ستاره ها چیک 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 بیان پایین مثل بارون. خوش به حالت، هر آرزویی داشته باشی میتونی برآورده کنی. نه اینطور هم نیست. یعنی چی؟ عجیب بی فایده است وقتی نوبت خودم باشه، آرزوهام جور نمیشه حتی اگه یکم باشه. یه عمره که دلم میخواد پامو بذارم از اینجا بیرون، برم تا برسم بعد 1000 سال به خونمون. وقتی تو گیر افتادم همش 300 سالم بود. خب چه کنم، بچه بودم نمیفهمیدم. حالا دیگه پیر و پاتالم. عجی دیگه نمیشه. حالا آرزو میکنی از اینجا برم؟ حالا میخوای همین الان بری؟ نه، اول آرزوی تو رو برآورده میکنم بعدن. راست میگی؟ آره. در خدمتم قربان. یه کاری بکن. دیدی چه بامزه بود؟ پیرزن تو عمرش اینقدر تون ندویده بود. بابا اومد. چرا رفتی تو؟ منو نبینه بهتره. سلام. سلام. وحید بیا اینو ببر تو خونه. چشم.
آقای ناظری چی شده؟ نمیدونم بالا خودش روشن میشه. خودش روشن میشه؟ مگه میشه؟ سویش دست من آقا. حال شما خوبه؟ چه میدونم این چه بساتیه دیگه. مثل اینکه خاموش شد. فعلا با اجازت. از صبح تا حالا 1 دقیقه این کاره رو زمین نذاشتم. جدی میگی؟ آره به خدا خیلی ذوق کرده. خوشت اومد بابا؟ آره بابا دستتون درد نکنه. خیلی شانس آوردین شما. به هر حال خطر خیلی بزرگی از بیخ گوشمون رد شد. ماما ببین چیه؟ شیرینی میخوام. چی میخواد بچه؟ هیچی. حالا که نیست برو یه دقیقه بگی بشین بعدا. چی بهش میگم میگه بعدا. چی میخوای شیرین جون؟ هیچی نمیخوام. ولش کن. به جون خودم اگه به موقع ترمز نکرده بودم هممون از بین رفته بودیم. خدا نکنه تو که ماشاءالله همیشه دست به فرمونت خوب بوده. چی میخوای؟ شیرینی میخوام. تو هم میخوای؟ آره. اون سفر امام رضا رو یادته؟ کدوم سفر؟ تو اون موقع نبودی. اون موقع هنوز ازدواج نکرده بودیم. خدا خیلی رحم کرد. از کیکای همه زهره. از روبرو اومد. همه زهره رو نگاه کن. اگه به موقع ازدواج نداده بودم به جون خودم همه از بین رفته. میخوری؟ نه مرسی. کجا رفت؟ من نمیدونم. چیزی بهش گفتی؟ نه حرفی نزدم. مثل اینکه ناراحت شده. ناراحت شد؟ فکر کنم. من برم ببینم کجا رفت. برو. ایوا این چیه؟ واسه شیرین جونه. مامان ببین عمه چی برات آورده. همونی که تو دلت میخواد. تازه است. نگردار لقد فاله گل نشه. آخ جون گل قبول نیست. برو بابا جرز
حالا توپو نگاه کن. چی شد؟ هات خورد به زمین؟ نه بابا زدم به تو. بازی کنیم. خیلی خوب، رو تو کم کن. همه این کارا رو من کردم. چجوری؟ یه جوری دیگه، فقط خودم بلدم. چیه؟ هیچی. چجوری این کارا رو میکردی؟ پیمان من خسته شدم، بریم خونه. باشه بریم. چجوری تو پایین ور اون ور میکردی؟ اگه من بگم همه آرزوهاتونو برآورده میکنم چی؟ برو بابا. چه خواهی میکنه؟ به خدا دروغ نمیگم. دارن نقشه میکشم. آره فکر کنم. آهای ما دیگه بازی نمی کنیم. خب من دیگه بازی نمی کنیم. خوش اومدین. خب چجوری؟ یه جوری دیگه، رمزشو فقط خودم میدونم. چی میگیم پشت سر ما؟ پشت سر شما فردا میفهمی. آره بابا تو هم بریم. تو آرزو چیه؟ من همش دوست دارم بخورم. کسی هم نگه نخور، همش بگم بخور. حسین تو چی؟ من دوست دارم هرچی من میگم بزرگترها گوش کنن. اونا به من دستور ندن، من به اونا دستور بدم. خب یه کاری کن بشه دیگه. خیلی خوب، صبر کن حالا. وحید خودت چی؟ من آرزو دارم جای بابام باشم، بابامم جای من. خب حالا بگو بشه. از فردا که شنبه است، بابام به جای من میره مدرسه، منم به جای اون میرم اداره. آرزوی اونا رو شنیدی؟ بله. از فردا صبح که پا شدیم آرزومونو برآورده کن. تو خسته نشدی از بس آرزو کردی؟ نه، ولی که دیگه آرزویی ندارم. آدم وقتی که بابا باشه هر کاری دلش بخواد میتونه بکنه. نه مدرسه میره، نه کسی بهش دستور میده، نه مشق مینویسه. صبح که میره سر کار، بعدش هم میاد هر کاری خواست میتونه بکنه. مطمئنی دیگه آرزویی نداری؟ نه دیگه، چه آرزویی؟ آدم وقتی بابا باشه هر کاری دلش بخواد میتونه بکنه. پول داره. با کی داری حرف میزنی؟ یادت باشه تو هم باید آرزو کنی که من برگردم به سرزمین خودم. باشه، قول میدم. تو آرزوی ما رو برآورده کن. با کی داری حرف میزنی؟ وحید، خواهرت صدات میکنه. یواش حرف بزن.
شیرین دلت میخواد یه آرزو بکنی؟ چه آرزویی؟ مثلا دلت میخواد جای مامان باشی؟ من از فردا جای بابا هستم. جای مامان؟ آره منم دلم میخواد از فردا جای مامان باشم. آرزوی شیرینم شنیدی؟ آره از فردا صبح همتون با آرزوتون میرسید. حالا آرزوی من چی میشه؟ اول تو آرزوی ما رو برآورده کن. آرزوی همتون از فردا صبح برآورده میشه. پس تو هم صبر کن تا فردا. شب خیر. سلام. سلام مامان. کتابم نیست. گذاشتن. مامان بازیه. پس دفتر نکشیم کو؟ من نمیدونم. رازه صبحونم نخوردم. خدا مرگم بده. چقدر دیر بیدار شدم. حالا تو داری میری ماما؟ پس حالا که صبحونه نخوردم منم کرمو میبرم مرسه. خیلی خوب مامان جون. حالا چیزی نمیخوای ماما؟ میرم مرسه کیک نوشابه میخورم. مامان به قربونت بره. بیا یه بوسه گنده بده به ماما. اوه بچه. باشو لنگ زور مرد. مگه امروز اداره نداری گرفتی همینجوری خوابیدی؟ پاشو دیگه. اداره آخ جون امروز من جای بابا هستم. پاشو امروز مهمون داریم یه سرم باید برم خرید. دخترم شیرین جونم. شیرین جان بیدار میشی؟ سلام عزیزم. پا میشی دختر خوشگلم؟ نمیخوام. ایفا پاشو دخترم صورتتو بشور تا خوشگل بشی. پاشو امروز خیلی کار داریم. وا اون بالا چی کار میکنی؟ بجام مرد بجام. خجالت داره. کرمو ندیدی؟ بچه گذاشت تو کیفش برد. راست میگی؟ وا دروغم چیه؟ بجام مرد بجام ظهر شده مهمون الان میرسن. خوبه زنها چقدر قور میزنن. سلام چطوری؟ کیفمو نگاه کن برآورده شد. هرچی به مامانم گفتم ریخت توش. الانم میخوام برم ساندویچ فروشی. بعدشم قنادی. بعدشم اون سوپر بزرگه. تو نمیای مدرسه؟ نه باید برم اداره. آخه بابام جای من رفته مدرسه. خداحافظ. چرا انقدر دیر اومدی؟
چه میدونم والا، باید صبحونه بچه رو بدم یا نه؟ من باید به اداره برسم یا نه؟ خوبه دیگه رابیو. سلام. سلام مامان جون. بشین پسرم، بشین مامان جون، صبحونتو بخور. آفرین. باری کلا پسر گلم. مامان میشه صبحونه نخورم؟ ها؟ خب نخور پسرم. برآورده شد. چیزی گفتی تو؟ نه من چیزی نگفتم. آره منم چیزی نشنیدم. مامان میشه امروز نرم مدرسه؟ خب نرو، هر چی که تو دوست داشته باشی. فردام نمیرم. تا هر موقع که دلت میخواد نرو. مامان بله. بس این کیفو بنداز سطل آشغال. چشم. اطاعت. چی کار میکنی مامان جون؟ اون عکسه رو نگاه میخوام این اون عکسه بشم. صبر کن الان درست میکنم. خب از قشنگ. قشنگ شدی. از این حالا ببر دهنتونو. ببر. شدی پسرم. یکم دیگه قشنگ شدی. این عکس شدی. منم میخوام برم پلو مامانم. منم میخوام پیاده شم. منم میخوام برم پلو مامانم. منم میخوام برم. حالا مامانت میاد. سلام. علیک السلام. به حمید خان گل، خوش آمدی. چی میخوای؟ یا سوسیس با نوشابه. ای به چشم. دیگه چی؟ نه دیگه بسه. بسه؟ نگی آخه دیگه پول ندارم. پول؟ زبانتو گاز بگیر پسر. این سوسیسو بگیر تا باقیشو آماده کنم. دیگه چی میخوای؟ پس یه زبونم بدی. چشم با اجازه. حمید خان گل، بشین تا باقیش برسه. نه خیلی ممنون. نگی شلوغ نکنید. 2 تا 2 3 تا 6 تا 2 4 تا 8 تا 2 5 تا 10 تا 2 6 تا 12 تا 2 7 تا 14 تا 2 8 تا 16 تا 2 9 تا 18 تا. حمزه بله آقا. تو چرا نمیشینی؟ ها؟ آقا کله ناظری نمیذاره ما تخت رو ببینی؟ ناظری تو با این قدت همیشه اینجا میشینی؟ تو ردیف اول؟ بله آقا. پشت سری ها نمیتونم ببینم. برو تای کلاس. حمزه بیشی. من تو ماشین میشینم. تو رو خدا یکم زود باش. خیلی خوب بابا. بیا پایین ببین. گرد
بعدش رو تفریح که نمیرم، زود برمیگم. خانم اون تفنگنده رو واسه من بخر. خیلی خوب. دستتو بده مامو. شیرین اینو ببینم تو بیشین اینجا تو منم. خانم کمکی چیزی؟ سلام علیکم. یه عروسک میخواستم. یه عروسک فرانسوی دارم، مدل بسیار بسیار معروفیه، واقعا زیباست. برای دخترتون میخواستم. بله. بسیار خوب. عروسک های این مغازه واقعا دیدنی. یه عروسک دیگه دارم به طور سفارشی برای من رسیده، قیمتش هم مفته. لطفاً اون یکی رو بدین، امیدوارم خوشش بیاد. مطمئناً خوشش میاد. عروسک های ما واقعا جالبن، حتما خوشش میاد. ببخشین زحمتتون دادم ها. پا شدی حمید خان؟ دیگه میخوام برم. بری؟ دیگه چی؟ آخه دیگه میکنه. زنگ مدرسه میخوره ها؟ بله. خب نباید از درس و مشق عقب بمونی. تو برو، من اینا رو میرسونم مدرسه. سر را قنادی هم سر بزن. خب شغلی منو با آقای ناظم میکنی؟ آره؟ همینجا با یه مشت بچسبونم به درخت. خیلی خوب دیگه نمیکنم. همچین میزنم که راه خونتون رو گم کنی. بگو غلط کردم. بگو دیگه. یالا بگو غلط کردم. ناظری اینا بودن. شما هم بودین؟ آره؟ شما هم بودین؟ حواس نمیذارم برای آدم که. وا مگه تقصیر من بود؟ الان وقت خرید کردن بود. خرید نکنم، 100 تا مهمون داریم. قیمتش چنده آقا؟ نگران کننده نیست خانم. 20,000 تومنه. پولشو بده. ببخشید 17,000 تومن بیشتر ندارم. زیادش هم هست. بسته همونو بهش بده. هرچه شما بفرمایید قربان. این آدم آهنیه رو هم میخوام. به بخورم نوش جونت. بخور خوشمزه است نه؟ با دست مبارک خودم واسط پختم. بخور اینو. بخور بابا. دهن تو وا کن دیگه. بخور. به همه خوبه. قیمتش چنده؟ ربات عجیبیه. اینا مال چینه. 5,000 تومن همش ضرره. مامان جون من که دیگه پول ندارم. خب
خب چک بده. ببخشین چک قبول میکنین؟ چرا؟ قبول میکنه. باعث افتخاره. نمیخوام. خیلی ممنون آقا، خیلی متشکرم. خواهش میکنم. مامان من میخوام برم دوچرخه سواری. آخه شلوغ عزیزم. من میخوام برم بازی. الکی حرف نزن عصبانی میشم ها. چی کار کنه خانم؟ دنبال من بیام. چشم قربان. خود بینی جای تأسفه. سلام علیکم آقای ناظری. سلام آقای ناظری. دیر کردی. همه منتظرن. آقای اکبری 3 بار اومدن زنگ نقشه بگیرن. جهت تعیین درصد رنگ تشریف میاری؟ کجا؟ پیش آقای ملکی. اونجا منتظرن. بریم. بفرم. آقای ملکی، آقای ناظری تشریف آوردن. سلام آقای ناظری. رنگ آبی نقشه درصدش 10 باشه خوبه؟ 20 فقط 20 چون نمره 20 رو دوست دارم. سلام عرض. آقای ناظری، آقای شفیعی منتظر زینک هستن. چی؟ فکر میکنم همراهتون آوردین. نمیدونم. تو کیفتونه. آقای ناظری غلط که نداره. خیالم راحت شد. تصحیح کردن. آقای ناظری میتونم برش دارم؟ بله. لطفاً بررسیش کنید. باش. داری چی کار میکنی؟ دارم منحنی کوه ها رو ترسیم میکنم. چی کار میکنی؟ بلندی کوتاهی کوه ها رو دارم رسم میکنم. چای رو اینجا میارن که بریزه رو نقشه؟ یه چایی هم به من بدین. برای آقای ناظری آوردم. آقای ناظری مواظب باشین. آقای ناظری 20 درصد رنگ آبی درسته؟ بده ببینم. چقدر قشنگه. چرا اینو آبیش کردی؟ پس چه رنگی بشه؟ قرمز که قشنگتره. آقای ناظری. آقای ناظری. آقای ناظری. میخوام بیام منم میخوام بیام. باز تو اومدی این تو؟ برو بیرون. میبینی که دستم بنده. میخوام بیام. میخوام بیام. خیلی خوب، حالا همونجا بشین تا من به کارم برسم. چه میدونم والا. باش تو به تربیت شدی؟ مجد آبادی ناظری رو ندیدی؟ اگه راست میگی باش رسیدی باشه دیگه. مشتبایی بیا ببینم ناظری رو ندیدی؟ نه آقا. عبداللهی این ناظری رو ندیدی؟ نه آقا.
بایستا ببین گیرت آوردم آره الان حقتو آره منو میدونی؟ الان میزنم گردنتو میشکنم کی بود پس شکایت منو با آقای ناظم کرد؟ من نمیدونم من نبودم به خدا آره بگو غلط کردم بگو دیگه آقا ناظری اینجا بگو غلط کردم خیلی خوب بلند غلط کردم خوب گیرت آوردم گردن کلوف شدی ها؟ آقا به خدا تقصیری نبود اول آقا برید به کارتون اجازه آقا اجازه ناظری بچه ها رو میزنه نگاه کنیم ما رو زده آقا گوشمون گنده شد آقا به جهنم آقا به خدا ما نزده بودیم تو تقصیر نداشتی؟ چرا بچه ها رو میداری؟ گردن کلوف شدی؟ اجازه آقا نه آقا بگو غلط کردم من که قرار نبود پدرت بیاد مدرسه برو دفتر تا تکلیفتو روشن کن چشم آقا محسن جون ماما صبح اینجا تعطیله نه خیر باز میکنم چی کار کنم قربون؟ همینجا وایسا امروز کلی برنامه دارم چشم. چرا در بسته بودی؟ ببخشید صبح تعطیله نباید تعطیل باشه بله چشم اجازه میدیم برم برای نظافت؟ نه خیر همینجا بمون من میخوام با اینا بازی کنم این یکی دیگه حرف نداره اینو داشته باش زول بیا بامیه یادم رفت نمیتونم که نداریم نمیتونم یعنی قهرم اصلا به جون تو ناراحت میشم نمیتونم همین آقا کجا؟ گول بیا بامیه بیا واسه دو بردم گفتم من بیا دیگه بایستا آی مهمونا چقدر خوشحال شدم به خدا دیدمت خیلی خوش اومدین قربونت برم خیلی قربونت برم من سلام خوش سمینه جون یه بوس بده به خاله ببینم قربونت برم سلام کردی به خاله؟ آره دختر خوبیه یه بغلم ببینم چه خبره؟ چطوری ماشاءالله خب بفرمایید بله آقای ناظری
چای تازه دم آوردم. چیکار کردم؟ مگه تو کی هستی؟ اصلا به تو چه؟ من حالم خوبه. اکبری هستی؟ به من چه مربوطه؟ هر کی میخوای باش، اخراجم میکنی، منم به بابام میگم. مرتب میایم و میریم مزاحم شما میشیم، شما سری به ما نمیزنین. وا چه حرفایی میزنین. و شیرین جون برو اسباب بازی تو بیار با نیلوفر جون بازی کن. نمیخوام. دختر بعد خب بچه هست دیگه، بچه ها همینه. آره بابا ولش کن، چیکارش داری؟ ببخشیدا. خواهش میکنم. وای چه بچه لوسی. بیا نگاه میز تو رو خدا یه وجب خاک نشسته. باری میدونی من چی دیدم؟ که چه ریختیه، چه آشپزخونه ایه. وای چه ریخت و پاشی. میبخشید. خب چه خبر؟ من که ازت گله دارم سمینه جون، نمیپرسی زنده ایم مرده ایم؟ وا مگه گرفتاری میذاره؟ به خدا از صبح تا حالا نمیدونین چی کشیدم. از این دکون به اون دکون، از این دکون به اون دکون. بذار منم با این عروسک بیداد بازی میکنه. کنم. 3000 تومن دادم همه میوه شیرینی رو که میبینی خریدم. خدا مرگم، زندگی که واقعا سخت شده. خب من برم چایی بیارم. نه بابا بشین، ما اومدیم تو رو ببینیم. راست میگه سمینه جون، زحمت نکش تو رو خدا، بگی بشین. وا چه زحمتی، چایی حاضره. دست درد نکنه. این مال منه. خیلی خوب باش، این هم مال تو. خوبه؟ نگاه کن تو رو خدا، چه ریخت و پاشی. این ماشین سواری مسابقه بدم. آخه مامان جون من که نمیتونم سوار اینا بشم. بهتون میگم بیان. چشم. معطل نکنی. میگم میخوام مسابقه بدم. به به حمید خان، چه عجب از این طرف ها. سلام. سلام. نمیدونی چقدر منتظرت بودم. یه عالمه پاستیل و چوب شور و شکلات خارجی و پس بزید توی مشما ببرم. مگه نمیخوریشون؟ آخه سیرم. این حرفو نزن، یه دقیقه صبر کن برات میارم. اومدم. نمیخورم نداریم. باید بخوری. نگاه بخور. نمیخورم. بخور عزیزم، بخور. نمیخوام. ببین چقدر خوشمزه است. اینا خوشمزه است.
دستا برای بی حرکت. همتون اینطوریه؟ حالا دیگه فرار میکنی؟ فرار نداشتیم ما. من بارها و بارها راجع به نظم و انضباط با شما صحبت کردم. برای همتون گفتم که مدرسه جای علم و دانشه، جای گردن کلفتی نیست. توجه کنید، مثلا این ناظری با این قد و هیکل شلوغ میکنه، کلاس اوله، تنبله، البته جای تأسفه. این مسئله میتونه برای همه شما یک درس عبرتی باشه. من شخصا دوست ندارم کسی رو تنبیه کنم، ولی متاسفانه میبینم گاهی اوقات چاره‌ای نیست. مثلا ناظری با این قدش خجالت نمیکشه. 10 بار با زبان خوش بهش گفتم ولی گوشش بده کار نیست. مگه قراره بود نخبه داره توی من؟ بله آقا. پس چرا نیاوردی؟ آقا کار داشتن رفته بودن اداره. خیلی خوب، منم الان پرونده تو میدم زیر بغلت بری پیش بابا. تو ادب. آقا به خدا میگیم بله بیارم. تمومه دیگه. از این به بعد هر کی نظم و انضباط رو رعایت نکنه همون بلایی سرش بیاد. آقا انگار حالیتون نیست. اینجا ملک بنده است. حمید خانم تو ملک بنده است. نوبتی هم باشه نوبت بنده است. آقا باری کلا ببینم بخوره حمید خانم. همچی میزنم تو سرت که رب و ربتو یاد کنی یا تو خیلی رود زیاده. بزنم حالا جا من چی گرم بعد بایستی که ساندی از کنه. گشنمه. الان غذا حاضر میشه میارم. خب گشنمه دیگه، میگی حاضر میشه حاضر میشه. چشمش کور میشه، یه جفت دمپایی پلاستیکی پاش میکنه، از این پولام نمیده. یعنی ندارم که بدم. بله گشنمه، من پولو میخوام. گفتم الان حاضر میشه دیگه. بیا بغل خاله ببینم. آفرین بودو قربونش برم من. آها باعث زحمته. ماشالله. نفسم گرفت. یه دقیقه بشین اونور ببینم خاله. گشنمه ماما، من گشنمه. ماما من گشنمه. گشنمه دیگه، من گشنمه. گشنمه انگار بود سوختنی میاد. خدا مرگم بده. چی شده؟ پسرم چیه؟ وای آشپزخونه‌ام سوخت. وای چیه؟ شکر فکر کردم بلا ملای سر آقا محسن اومد. چیه؟ برو خرید ببخشید قربان. سفر بیا پایین ببینم بخواد این تاخه بازی کنن. تو بیا پایین دیگه نمیخواد کار کنی. چشم نوکرت هم هستم. راه رو وا کنیم بابا، ما کار زندگی داریم. تا کی واسوایسیم؟ برو خونتون دیگه نمیخواد کار کنی. چشم قربون دهنت، زودتر میگفتی. آها ازا بیا. بله چشم اومدم. چرا سود میزنی؟ ببخشید قربان، اتوبوس بد جایی وایساده. من بهش گفتم تو بده خودم درستش میکنم. خودت هم برو کنار. اطاعت میشه قربان. ما چی کار کنیم؟ هرچی که آقا محسن بگم. عاشق صدای بوغتی مگه نمیبینی بسته است؟ چشم حضرت بالا. اجازه میدی قربان؟ بابا من آواز بره دیگه. بابا ما کارو زندگی
ناظر اینجایی؟ چیه؟ همه با خبر شدن چه دست گلی به آب دادی. دست گل؟ اکبری داره میاد اینجا. اکبری کیه؟ مرد حسابی مدیر کلو نمیشناسی؟ خب بیا. وای خب بیاد. داره میاد خونه تو بریزه. کارمندای دفتر مدیریت هم دارن باش میان. من اگه جای تو بودم فرار میکردم. برو کنار ببینم. منو مسخره کردی بی خاصیت میکشم. چی کارش داری بی احساس؟ برو کنار میکشیش. معلوم از چه غلطی میکنی؟ ناصری فرار کن. برو کنار ببینم. اینو نگه داری. کجا رفت؟ به طرف ناظری حمله. برید دنبالش. اینو بگیرید. اگر این کردوی الکی نگرش دار. وایسا ناظری. وایسا دیگه. کجا رفت؟ داری میره بگیرده. الکی نگرش دار. بچه مردم مرد؟ تو کشتی. من کشتم؟ آره تو کشتی. من اصلا شکلی حرفا؟ این کش من به من چه؟ آقایون الان خودش میفته گردن من. خب چیکار کنیم؟ کمک کنیم برسونیمش بیمارستان. بذار اینجا. رو خلاف اومدی باری کنار. من چه آقا محسن گفت پشت سر منم بسته تو برو برو بابا. مرد حسابی اینجا ایستادنه یه سرت ما رو علاف کردی. مگه خودت کار زندگی نداری؟ مگه نمیبینی؟ خودت نگاه کنی چیکار کردی؟ اینم داغون شده. ببین داغونش کردی. را بیافت. بوق نزنی. چشم بوق نمیزنیم. سکر هم نشینی تو ماشینتون. ماشالله پسرم ماشالله. چشم. چون همتون شلوغ کردین نفری 100 تومن جریمه باید بریم. یالا پولتون رو بیاریم ببینم. باره 100 تومن مهمون کنه. خدا مرگم بده. تو بلایی سر بچم دارم میارم. وای اومدی؟ قربون دستت زود باش. بیا بگیرش.
با شما. بخور سمیه جون بخور. چیزی نیست چرا ترسیدی؟ یا برای شکلات آوردن. بگیرش. وای خدا مرگم بده، حالا چی کار کنی؟ وای الان ماشین آتیش نشانی میاد. دستشو بگیر. آها بری شما. وای پس چرا نمیاد؟ آقا خونمون آتیش گرفته، گوشمونو ول کنین. ها؟ مامانه. کجا؟ تو دیگه چی کار کردی؟ به خدا اول دقیق روم بود. های آقا گوششو ول کن. خانم شما کاری نداشته باشین، من باید تکلیفمون با پدری بچه روشن کنم. من دیگه بازی نمی کنم. سلام. روز بخیر. شروع میکنیم. اونو بیاری جلو. اونو بیاری. نمیتونم بلم کنی. نمیخوام بلم کنی. نمیخورم بلم کنی. برو خدا نجاتم بدی. جمعونه که من رد شین باره کنار ببینم. کدوم گوری بود امروز مدرسه نیومدی؟ نمیخوام دیگه بخورم. خدا بلم کنی. خدا زود باشین آقا. نه دیگه نمیتونم. بابا جون آقای نادری. بابا جون تو رو خدا همه چی رو به حال اولش برگردون. آرزوی من که یادت نرفته. خدا برم کنه. کدوم آرزو؟ یادت رفت؟ مگه قرار نبود که آرزو کنی من برگردم به سرزمینم؟ وحید باشه آرزو میکنم که برگردی به سرزمین. آقا جون آقای ناظری این پسرتون. وحید خداحافظ. آقای اکبری خواهش میکنم.
گوشمو بل کن آقا. ما اینجا چی کار میکنیم آقا؟ نمیدونم. چه خبره؟ دیوونه خونه هست اینجا؟ این چیه دست؟ این چه سر و وضعیه برای خودت درست کردی؟ این چیه؟ خودت چی؟ اینا چیه برداشتی پوشیدی؟ من میتونم کاری کنم که همه چیز عوض بشه، هرچی سنگ تو باغچه هست یا نبات یا گز بشه. کاری کنم درست بشه، کوهی بزرگ از نبات جاری بشه، پایین بیاد از سر کوه رودخونه ای از شکلات. من میتونم کاری کنم یه فیل گنده تخم بذاره، از توی تخم بعد 2 سال یه خرمگس سرتر بیاره. زرافه ها پرندشن چیک چیک کنن پر بکشن به آسمون، ستاره ها چیک 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 بیان پایین مثل بارون.